روز حضرت سلیمان علیه السلام به نزد یک کوه گذر کرد. نگاه کرد که یک مورچه خاک‌های آن کوه را به دریا آبکی کرده ایستاده است. به نزد آن مورچه آمد و گفت: السلام علیکم ای دوست خدا، چیکار میکنی؟ و علیکم السلام، خوش آمدی پیامبر خدا. میخواهم که این کار را از بین ببرم. چرا این کار را میکنی؟ ای سلیمان، من یک دختر را دوست میدارم. به خواستگاری رفتم، پدرش به من نداد. گفت تا این کار را از بین نبری دخترم را به تو نمیدهم. از همین سبب میخواهم که این کار را از بین ببرم. تو این کار را کرده نمیتوانی. اگر همه یک جا شوین این کار را از بین برده نمیتوانی. من شبها خواب نمیکنم، شب و روز کار میکنم تا این کار را از بین ببرم. وقت دیو و پری و جنها در اختیار حضرت سلیمان علیه السلام که بودند، حضرت سلیمان فرمان داد که این کوه را از بین ببرید. در چند ثانیه این کوه را از بین بردند. مورچه گریه کرد و گفت: خدایا، من از همه کوچکترین مخلوقت هستم. به داد من رسیدی، برایم پیغمبر را فرستاندی. برای بندگانت چه کارهایی نکنی؟